من آدمی هستم که زود خشمگین میشم و وقتی خشمگینم میشم کارهای عجیب غریب میکنم. خب تو چجوری میتونی به من کمک کنی که اگر من خشمگین شدم نه خودم به خودم آسیب بزنم نه خودم به دیگران؟ خیلی خوب. چند تا روش میخوای بهت بگم؟ یکی دو روش، هر چند دوتا. خیلی. اولیش فکر کن توی چراغ راهنمایی، چشاتو ببند، فکر کن الان قرمزه، نه هیچ تکونی بخور نه هیچ حرفی بزن. بعدش کم کم نارنجی میشه. نارنجی که شد یه ذره آروم تر شد، اما احتیاط کنم بازم هیچ تکونی نخور و هیچ حرفی نزن. خب وقتی چراغ سبز شد تو دیگه راحتی، خشمت میریزه. وقتی به اون چراغ راهنمایی فکر میکنی خشمت آروم آروم میریزه. حالا روش دوم واسه اینه که وقتی دیدی یه نفر داره عصبانیت میکنه، همینجوری داره ادامه میده، چراغ راهنمایی هم کار نکرد، این کارو بکن. بهش بگو مثلا هر حرفی که میزد تو بهش بگو ممنون. مثلا داشت میگفت تو خیلی زشتی، میری رو مخم، بگو ممنون، نظر خودم که این نیست. تو ذهنت بگو من خوشگلم، من رو مخ نیستم، اگه رو مخ باشم رو مخ اونم و برام مهم نیست. گفتش مثلا چرا این کارو کردی؟ گفته بگو نمیدونم، شاید غریزه بوده، شاید هم دستم خورده. مثلا یه ماستو میریزی مامانت عصبانی میشه، داره تو ناره، داره اون عصبانی میشه، بهش بگو ببخشید مامان. وقتی اون قبول نکرد، مثلا خواستی یه نفر رو وقت خشمگین آرومش کنی، میزنی یه چیزی رو میشکنی، یه چیز رو میندازی، خب سعی کن که مثلا اونو آرومش کنی. بگو واسه چشتو ببند، به این فکر کن که داری یه رویای قشنگ میبینی. دقیقا به مخاطبت یا همون کسی که خشمگین شده همینو بگو. ممنونم سر. حالا یه چیز دیگه، اگه میخوای چیزای بیشتری در مورد ترس، اضطراب، غم اینا بدونی، غم و اینجور چیزا بدونی، من توی کلیپ بعدی میخوام چند تا کتاب بهت معرفی کنم که این راهکارا رو توشون داره: ترس، اضطراب، خشم، همکاری، خلاقیت، ناراحتی. خب ممنونم از تو. و همینطور شادی. مثلا موقعی که ناراحتی این شکلی نشستی، زانوی غم بغل کردی، یکی از کتابا میتونه بهت کمک کنه. این کتابا رو تو پیج بعد کلیپ بعدی بهت میگم. خدافظ. ممنون.